سلام به معنای صلح، امنیت و بی‌خطری است. یعنی که هر روز شما وقتی که به دوستتون میگید سلام و شکل پرش هست که السلام علیکم، یعنی که صلح به شما، یعنی که امنیت به شما، یعنی که میگه که السلام علیکم، یعنی از طرف من به شما صلح، از طرف من نترس، از طرف من کفالت میدیم که یگان خطر به تو نیست. یعنی که شما هر وقتی به کسی سلام میکنید، دست دراز میکنید، شما یعنی میگید که ای برادر یگان پروا نکن، من دوستت هستم، از طرف من به تو یگان خطر نیست. و اون نفر به شما گشته میگید که و علیکم السلام، یعنی به تو هم صلح، یعنی از طرف من هم به تو یگان خطر نیست، من هم دوستی تو هم، از طرف من هم به تو یگان تهدید نیست. پس هر وقتی که شما سلام میکنید با هم دیگر و دست میدید، شما در اصل شرطنامه میبندید، قرارداد میکنید، میگه که السلام علیکم، او میگه و علیکم السلام. یعنی شما میگه که از طرف من نترس، تنج باش، من وعده میدهم که هیچ ضرری به تو نمیرسونم. او هم در جواب میگه که من هم وعده میدهم که از طرف من به تو یگان خطر نیست. پس همین هر بار که سلام میکنید شما به همدیگر وعده میدهید، وعده صلح، دوستی، امنیت، بی‌خطری. و اون نفری دیگر هم به شما وعده میدهد. همین سلام یک قراردادی بی‌خطری، قراردادی دوستی. انا که بینید که اگر آدم معنی همین را نمیدونه، هر سحر سلام میگه، با دیده که بیگه جنگ شد، با بیگه یک دیگرش زده است. پس ما میگیم که یا همین معنی سلام نمیدوند یا نامرد است، شرطنامه شو ویران کرد. بنابراین من خواهش همین است که هر وقتی به همدیگر سلام میکنید، شما که معناش در ذهنتون گیرید که سلام یعنی وعده صلح و آرامش و بی‌خطری، کفالت. چرا پیغمبر گفتن که سلام این پرول مسلمان ها است؟ این یگان جای تاریکی ده، یگان جای جنگ ده، شما یگان آدم روبرو آمده شده نمیدونی که همین کی است، ممکن دشمن است، ممکن میکشد. برای آن گفتن که همین سلام گویا این پرول است، میفهمین که این نمیکشد، یعنی این دوست آدم خودمون است. یعنی با سلام گفتن شما میگی ما آدم خودت هستیم، ما دوستی خودت هستیم. انا از امیر رو ما با واسطه سلام هر روز، هر سحر، هر نصف روزی، هر بگو با همدیگر شرطنامه دوستی دارید. و کسی که این شرطنامه رو خراب میکند، او علاقه از عنوان جوانمردی، از عنوان انسانی پاک بیرون میشد.